یه روایت دیدم آقا در ثواب الاعمال شیخ صدوق رضوان الله علیه که میفرماید مؤمن را که در قبر میگذارن، حالا قبر به معنای خودش، دیگه ما اینا رو صحبت کردیم سابق، قبر معانی متعدد داره، در اونجا بگذارن یه صورت زیبایی وارد اون قبر میشه. میگه خب کسان تو رو گذاشتن اینجا رفتن، نترس من با تو هستم. اونس میگیره، صحبت میکنه، عجب خیلی عجیبه، در طول برزخ که خدا میدونه چقدر طول میکشه، این صورت زیبا با او صحبت میکنه. شما حساب بکنید آقا چه چیزایی به ما یاد دادن عمل نمیکنه. میشسته میگه امان از شب اول قبر. خب بابا این چیزا رو یادت دادن دیگه، بیا گوش بدیم بهشم. وارد قبر میشه، انس میگیره، در طول برزخ انس میگیره. بعدم که مؤمن قیامت میشه از قبر میاد بیرون، میگه تو نترس، از سر صداها از چیزای هولناک نترسم، با تو هستم. بالاخره این صورت او را به در بهشت میرساند. این گفتار حضرت صادق علیه السلام. میگه حالا دیگه برو، من تا اینجا با تو بودم که نترسی. میگه من انت رحمک الله. آخه تو چی بود که خدا رحمتت کنه؟ میگه انا السرور الذی ادخلته فی قلب اخیک المؤمن. من اون شادی بودم که در قلب برادر دینت وارد کرده بود. از اینجا وقت الاهازه ببین چقدر کلاه سر ما میره. خیلی کارا میتونیم بکنیم که نمیکنیم.